موضوعی که من امروز میخوام مورد بحث قرار بدم سیستم تنفسی انسان است و هدف من است که چطور بتونیم سیستم تنفسی انسان را به صورت واضح و عملی به شاگردان تدریس کنیم و به خاطر عملی تدریس کردن سیستم تنفسی ما از مواد بسیار ساده که نیاز کمتر به لابراتوار داره و به صورت آسان قابل دسترس است استفاده کردیم. به خاطر ساختن تهیه مدل یک سیستم تنفسی ما موادی که لازم داریم بوتلی از آب است، لاستیک است، موم پوکانه به 2 سایز خرد و کلان، پایپ جوس و یک پایپ کلانتر، تیغه و قیچی داریم. در ابتدا ما میخواهیم یک نل وای مانند از پایپ جوس تهیه کنیم. اگر شما یک نل وای مانند در لابراتوار داشتید میتونید که از امو نل وای مانندی که در لابراتوار دارین از او استفاده کنید. ما 2 پایپ جوس گرفتیم، از بینش قطع کرده و با یک از تیوب کلانتر استفاده کرده و یک شکل نل وای مانند تهیه کردیم. در 2 انجام اعظمی ما میتونیم که 2 پوکانه‌ای که به سایز خرد است توسط اشکاسته بسته کنیم. این را بسته کردیم و حال سرپوش بوتل خود به اندازه قطر پایپ سوراخ میکنیم و پایپ خود از سرپوش بوتل میگذرانیم. و بوتل آب معدنی کلانی که هست این از قسمت قاعده بریش میکنیم. از قسمت قاعده بریش کرده و پوکانه‌ای که به سایز کلان است در قسمت قاعده از این با استفاده از لاستیکی در دسترس داریم بسته میکنیم. این شکل به خود گرفت. ما پوکانه را بسته کردیم و بوتل از قسمت قاعده بریش کردیم و حال میخواهیم نل وای مانندی که داریم این را در بین اعظمی بوتل جایگزین کنیم. اطرافی را با مومی که در دسترس داریم بسته میکنیم به خاطر کدام منفذ باقی نماند. یک مدل ساده از سیستم تنفسی را ما تهیه کردیم. اگر ما بوتل من حیث قفس سینه در نظر بگیریم و 2 پوکانه‌ای که در داخل بوتل است نمایندگی از شش‌های ما کنه، یعنی شش‌های خود ما یا شش‌های انسان در نظر بگیریم و پرده رابری که در قسمت قاعده بسته کردیم نمایندگی از حجاب حاجز ما کنه و عملکرد از زیر ما طور ذیل نشان میده. زمانی که حجاب حاجز بر قسمت بطنی حرکت کنه، ما حجاب حاجز گفتم میتونیم که حجاب حاجز پرده‌ای هست که قسمت صدری را و قسمت بطنی را از همدیگه جدا میکنه. زمانی که حجاب حاجز بر قسمت بطنی حرکت میکنه مرحله‌ای هست که ما اکسیژن میگیریم، ما هوا میگیریم. مرحله دم هست که شش‌ها اکسیژن گرفت و مرحله‌ای که حجاب حاجز به طرف بالا حرکت کنه مرحله بازدم است که هوا رو ما به بیرون خارج میکنیم. مرحله دم و مرحله بازدم که عیناً ما توسط از این مدل ساده ما میتونیم که عملی گرفتن اکسیژن و باختن کربن دی اکساید به صورت واضح و آشکار به شاگردان نشان بدیم. یک مدل ساده از سیستم تنفسی را ما تهیه کردیم. امیدوار هستم که از این مدل ساده شما هم در مکاتب خود استفاده کنین و یک مدل مفید به خاطر بهتر تدریس کردن و بهتر فهمیدن برای شاگردان باشه.